مردم ما فقط به فرضیت نماز و روزه و حج و زکات ایمان دارند، به فرضیت نفقه عیالداری. اگر بگی حجاب فرض است، این گپ به مغز کار نمیکنه. نعوذ بالله، این گپ به مغزش نمیشینه که حجاب فرض است. نعوذ بالله، حتی به این شک داره. نعوذ بالله، در صورتی که قرآن کریم میگه صراحتا میگه حجاب فرض است به زن مسلمان. ای مسلمان، والله قسم 100 بار حج بیت الله کنی، 500,000 سال به کعبه نماز بخوانی، دخترت زنت حجاب نداشته باشه، عزت نداشته باشه، لباس سالم نپوشیده باشه، تو مؤمن و با ایمان کامل نیستی. حتی روز قیامت با دیوسا حشر میشی. شما ببینید فضای پانتون های ما، در پانتون ما چی دخترهای میره، با کدام لباس میره. این لباس مسلمان هست، لباس اسلام هست، لباس ایمان و عقیده هست. آیا او جوان مسلمان فکر خود چه قسم حفاظت کنه در مقابل این قانون باطلی که معلوم نیست از آمریکا و لندن و از کدوم کشور بیدینی نعوذ بالله آمده؟ حتی شما جوانهای زیبا و مخلص میبینین به لباس شخصی اجازه نیست داخل پانتون داخل شه، باید دروشی داشته باشه، چون دروشی فرض است. فرض الله امروز زیر پا هست. همون بچه لباس نیکر که میپوشه که آستین اشتیم، جان بچه هم لخت معلوم است، حتی عورت بچه هم لخت اسکن شده نعوذ بالله کپی معلوم است. از دختر هم همونطور. یعنی این دین است، ایمان است. با شو افتخار هم میکنه که دختر ما لیسانسه هست، 14 پاس است. دختر تو خوب 20 تا شوی بیرون مللی داره نعوذ بالله. تو خوب غیرت و ناموس داری. تو با فتوای پیغمبر صلی الله علیه وسلم بوی بهشت به مشامت نمیخوره که تو از ناموس خود خبر نداشتی. دختر خود به نور غم آرایش کردی، بی غیرت روان کردی که 100 تا جوان مسلمان فکر خراب کن. مردم منکر نماز کافر میگه، منکر حجاب باز مسلمان داره. ترک نماز گناه میگن، اما ترک حجاب گناه نمیگن. نعوذ بالله. خواندن نماز عمل بهشت میگن. گرفتن حجاب زن مسلمان برای مرد، به کجا قرآن آمده که حجاب تنها به زنها فرض است؟ به مردا هم فرض است حجاب. این لباس های چسب برانه و نیمه برانه و چسبیده و این پاتولون ها و سینه بندای عجیب و غریبی که دخترها در پانتون های خصوصی و پانتون های دولتی مرکزی میپوشن، این به کدام دین هست؟ به کدام اسلام هست؟ آیا اینا دخترای هندو و آمریکایی مجوس است یا دختر مسلمان هست؟ اینا دعوت های کفری دیگر ببینین. جوان اگر ریش نگه داره به پانتون داخل شه، او استاد سکولاری دموکرات لعنتی دور از استادای مسلمان با تقوا صدا میزن القاعده آمد، داعش آمد، طالب آمد. تمسخر به سنت رسول الله کفر است. نص سری آیت قرآن بیان میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. کسی به شعائر دین تمسخر کنه او از اسلام بیرون میشه. او که کافر شه خودم بیرون میکنه. این نام استاد بالای ازی بیخرد هست که سنت پیغمبر نعوذ بالله نسبت به داعش و طالب و القاعده و جماعت های فرقه های اسلامی میکنه. این اگر به محمد صلی الله علیه وسلم ایمان داشته باشه، به محمد رسول الله که بعد از لا اله الا الله محمد رسول الله میگه، اگه ایمان داشته باشه، اگه به قرآن ایمان داشته باشه، به روز آخرت و شفاعت پیامبر ایمان داشته باشه، باز همین کلمه کفری را نعوذ بالله دهن خود بیرون میکنه، سنت پیغمبر تمسخر میکنه. محصل که ریش نگاه داشته او رو به نام القاعده و طالب و داعش و واسکت دار، سگونی واسکت داره نداره، رشتار به داخل صنف پانتون نعوذ بالله تمسخر و رشخند میشه. تأسف است. نام مسلمان، نام دانشمند بیدانش هم روی از انسان های بیخرد هست، دور از مسلمان های مؤدب و با ادب و محقق. دختر صبح 8 بجه پانتون میره، 12 خلان تا 4 بجه صبح اونجا به داخل پارکای پانتون شیشته است، گیم میزنه و فیسبوک میزنه، لمبر تلفنی با 20 تا جوان اجنبی داده است. والله قسم از 10 نفر زیاد شاهد دارم که محصل پانتون به من گفته که دختر شماره تماس خور برای من میده، شماره تماس میگیره، پیامک بازی میکنه، کارت موبایل به من روان کن، تو دوست دارم. چرا ما به هوش نمیایم؟ چرا مسلمان کامل نمیشیم؟ چرا از ناموس خواهر و مادر خود پاسداری نمیکنیم؟ پیامبر علیه السلام میفرماید که انسان دیوس در بهشت الله داخل نمیشه. دیوس هم کسی است که به سر ناموس تسلط نداره، از حجاب ناموس، عفت ناموس، عزت ناموس خود خبر نداره. دختر 7 صبح پانتون رفته 5 عصر آمده، خبر نیست که نصف وقتی با موتورسیکل به پل پشته و به باغ ملت و به تخت سفر به بند قرغه و به پارکای اینا تیر شده.
این دلجم است که ما دختر داریم. خاک مرگ به تو عروسی است. جهنم الله واقعا تو مستحق جهنم هستی. دختر تا 20 ساله شده هم ازدواج نکرده، بچه هم معتاد فکری شده در پانتون. بچه و دختر به یک چوکی و به یک صنف نشسته، یک چهر یک از همدیگر فاصله داشته باشه. آیا این فکر از سالم میمانه؟ لعنت به همون قانونی که ارمیت قانون وضع کرده. لعنت خدا به اون کسی که از قانون حمایه کرده و ایر امضا کرده و ایر درخواست کرده. اونا خو انسان هایی هستن که اگر مردای اجنبی کنار دختر و مادر و خواهرشان هم بشین افتخار میکنن. اگر ناموس کسی داشته باشه باز دفاع نمید قانون کفری و باطلی نمیکنه. امروز اگر هر قسمت قرآن بگی مردم افراط میگه، تشدد میگه، تعصب میگه، کنزینی و به اصطلاح افراطگرایی میگه. چرا که مردم الله را متشدد میگه، نعوذ بالله، نه انسان های بیدین و مشرکه. مردم با قرآن مشکل داره. اگر مشکل نداشته باشه باید خود اصلاح کنی. قرآن به تو میگه زنت باید حجاب داشته باشه، دخترت حجاب داشته باشه. به بچه حد گفته که چرا همین لباس چسب میپوشی؟ روز 2 ساعت مصروف تلفن ارتباطی نادرست است. دختر 2 تا اولاد آورده، چند بار از صندوق های شارویلی کودک های 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه دیده شده. اینا کیست؟ تأسف است. باز نام مسلمان و امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بروخ میگذاره. به ما روزه هم گرفته، صف اول نماز رفته، تسبیح خورم سبحان الله سبحان الله سبحان الله. به تو چی فایده داده؟ اگر تو به سبحان الله ایمان داشتی باز تو از ناموس خود حفاظت میکردی، محافظت میکردی. دختر 15 تا رفیق گرفته، این دلجم است که من مسلمان هستم. دور از مسلمان های با حجاب و با تقوا و دین دوستی که تربیت اسلامی دارن. استاد سکولاری لعنتی دیگری که او به نیم قرآن ایمان نداره، نعوذ بالله، او با سر تخته به شاگردان می نویسه. این همه جنایات، این همه مشکلات، همه این میفهم. اینا از دست علماست. اینا از دست کساست که وارث پیغمبر خود را میگیره، نعوذ بالله. او باز علنی خدا زده بیشرم لعنتی. تو مضامین درس تا راجع بیست که به علما توهین کنی، به کمال تأسف. 50-60 تا شاگرد هم ششته سکوت. هر جنایت، هر عمل نادرسته یک انسانی که دهن بوی شراب میده، کلمه خواندن خود بلد نیست، به هفته ها جنوب سرسنف میای استاد میشه. درست اساتیدی که بسیار محقق و با تقوا و تهجد خون هستن، حتی با عزت و با عفت هستن، کلمه خود یاد نداره، سر تخته روی شاگردات توهین به عالم دین میکنه. من اسناد دارم، پرسان کنید از مزمی پانتون ها میگم. این به این معنی نیست که کسی پانتون نره، کسی پانتون نخونه. اما استاد توهین کرده به عالم دین، شاگردات کل همه توهین یاد گرفتن، لبه کردن. کسی یک شکایت به مدیریت پانتون پیش نکرده که این استاد دشمن عالم دین، دشمن پیغمبر، دشمن سنت رسول الله است. والله قسم شاگرد گریان کرد پیش من که من ریشه نگاه داشتم داخل سن پانتون داخل میشن، کل به من رشخند میکنه. اول همون استاد لعنتی رشخند میکنه. وادعوا لإخوان لكم قد شدهم قيد العدو بسجنهم فتصبروا إن تذكروهم فالدعاء